دوستان گرامی، با شما درود میگویم. خوش آمدید به شبکه خودتان در این دیار و نخستین ویدیوی ما راست آمد با روزهای اول ماه مبارک رمضان. امیدوارم که آفریدگار توبه و تضرع و رکوع و سجده و تلاوتی که ما میکنیم و شاید یک قسمت عموما نمیکنند و درگاه خودش قبول میکند، نوابسته از آن که هر یک قدم و هر یک میجزنی ما هر دم پر از گناه است، اما خداوند بخشنده است و از این خاطر باید که توبه و تضرع هرچی بیشتر و زیادتر باید باشد. در شبکه تلگرام بود یا که فیسبوک نمیدونم، من یک جا کپی کرده آن رو، همین یک نوشته رو گرفتم و آن رو خواستم که پیشنهاد شما کنم و بعد از این نوار البته باز نوارهای دیگر جالب و آموزنده پیشنهاد شما می شود، خصوصا در ماهی مبارک و بعد از آن انشاءالله. قبل از آن که به آن فردوس اعلی یعنی که بهشت برسی باید در دنیا در بهشت باشه. قبل از آن که دنیایت بهشت باشد باید باطن خود را بهشت سازی. در بهشت فقط آرامش است، فقط صفا و صمیمیت است و فقط مهر و محبت است. این سخنان شیخ محمد صالحی پوردل است و اصلا مهم نیست که کی گفته است، مهم آن است که بسیار یک صمیمی گفته است و واقعا در این ماه بیاید لااقل یک ماه کوشش میکنیم که با هم دیگر با صمیمیت باشیم، همون بخل و حسد و کینه و عداوت که داریم همونها رو از خود دور بکنیم. یک انسان کامل و یک انسان واقعا مؤمن برادر مؤمن است میگویند، پس همین گونه یک با هم برادر باشیم، انصاف و صمیمیت و صفا و خیر و محبت و احترام را نسبت به همدیگر فراموش نکنیم. اگر تو به حال اعضای شبکه در این دیار نیستید، پس اعضا شدن را فراموش نکنید، به دوستانتان فرستید تا صفحمان بیشتر گردد. تا ویدیوهای بعدی.